سلام، من امیرم. خیلی خوش اومدیم به پلیلیست جلوه‌های ویژه برای فیلمسازها. این سری ویدیوها در واقع یه دوره خیلی کوتاهه که من قراره تلاش کنم یه پلی شکل بگیره بین فیلمسازها و آرتیست‌های جلوه‌های ویژه که در واقع به یک زبان مشترکی برسیم و مشکلات کمتر و خروجی بهتری داشته باشیم. این دوره حتی برای کارگردان‌ها و فیلمسازایی که حتی در حد پاک کردن یه بوم از توی قاب میخوان از جلوه‌های ویژه استفاده کنن، خیلی نکات دونستنی لازمی داره. روندی هم که توی این پروسه طی میشه به این شکلی که ما با اصطلاحات بولد این حرفه در واقع آشنا میشیم که این شامل خلاصه ای از روند انجام یک پروسه جلوه‌های ویژه میشه که در نهایت فکر میکنم با زبان مشترکی که با هم دیگه بهش میرسیم مکالمه پیشرونده و راحت تری رو بین فیلمساز و مدیر جلوه‌های ویژه یا VFX آرتیست خواهیم داشت. هم در مورد پیش تولید صحبت می‌کنیم، هم در مورد روز فیلمبرداری و هم در مورد پس تولید. اینجوری شما به عنوان یک فیلمساز می‌دونید که حواستون باید توی کدوم مرحله به چه نکاتی باشه که در نهایت وقت، هزینه و تجربه منطقی تری برای هر دو طرف شکل بگیره. برای مقدمه شاید بهتر باشه تا اطلاع بهتون بگم که در مورد چه چیزهایی صحبت می‌کنیم. راجع به این صحبت می‌کنیم که چه موقعی ما اصلا از جلوه‌های ویژه استفاده می‌کنیم، چه موقعی نباید اصلا استفاده بکنیم، با چه آرتیستایی اصلا نباید کار کنیم تو این حوزه، چه چیزایی رو میتونیم روز فیلمبرداری رعایت کنیم که در نهایت هزینه و وقت کمتری توی پس تولید ازمون بگیره. در مورد دروغ‌هایی که ممکنه از VFX آرتیست یا مدیر جلوه‌های ویژه شما بشنوید صحبت می‌کنیم. علت خیلی از کارهایی که سر صحنه می‌کنین ولی شاید دلیلش رو ندونین متوجه میشین. مثل اینکه میدونین رنگ پرده کروماگیتون باید آبی یا سبز باشه ولی شاید دقیقاً ندونین چرا. یا اینکه میدونین مثلا اشکالی به اسم مارکر وجود داره که اینها رو باید توی قابتون بذارین ولی نمیدونین دقیقاً برای چی دارین این کار می‌کنین. برای همین ممکنه حتی 70% مواقع اشتباه ازشون استفاده کنین. جای اشتباهی باشن، بی خودی باشن و شاید اگه بدونین که چه پروسه‌ای روی اونها انجام میشه خیلی هزینه و زمان کمتری ازتون بره. در مورد این صحبت میکنیم که شما چه چیزهایی رو باید به مدیر جلوه‌های ویژه‌تون بدین و متقابلا تیم جلوه‌های ویژه چه چیزی رو در اختیار شما بذارن. در مورد ارتباط مهم زمان، هزینه و خروجی صحبت میکنیم. راجع به تاثیر بخش‌های دیگه پس تولید مثل تدوین، مثل صداگذاری و اصلاح رنگ و نور روی شات‌های جلوه‌های ویژه حرف میزنیم و در نهایت تلاش من بابت اینه که هر کارگردانی که این ویدیو رو میبینه درک متقابل مفهومی نسبت به این بخش از کار داشته باشه و ارتباط درست‌تر و خروجی بهتری در نهایت برای هر دو طرف باشه. و در کل احتمالاً دوره کوتاه و جالبی خواهد بود و فکر نمی‌کنم که از دیدنش پشیمون بشین. برای دیدن این ویدیوها میتونید برید توی کانال B2P VFX توی تب پلیلیست و پلیلیست جلوه‌های ویژه برای فیلمسازها رو انتخاب کنید و ویدیوها رو ببینید. من امیرم، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید.